سرویس دستگاه آبشیرین در شهر قم. نصب و راه اندازی دستگاه آبشیرین در شهر قم. جهت دستگاه آبشیرین درب رو باز میکنیم. دستگاه TDS رو در خواهیم آورد. جهت میزان شیرینی آب رو تست میکنیم. بله، لیوان TDS رو در میاریم. آبشیرین رو داخلش میکنیم تا میزان کیفیت TDS و اندازه گیری میکنیم. TDS رو روشن میکنیم و تست میکنیم. حداقل میزان بهترین حالت کیفیت زیر 20 TDS که خب الان 22 رو نشون میده. اینم ممبرانه که آب رو تصفیه میکنه و شیرین میکنه و اون سه تا املاح میگیره. کارهای دیگه ای نداره. یعنی اون چیزی که قرار آب رو شیرین کنه ممبرانه. اون سه تا املاح رو میگیره، یه سری کارهای ابتدایی انجام میده. اینم آچار باز کردن فیلترهای سه تا هست و یکی دیگه هست زرد جهت باز کردن ممبرانی که اینا توی خرید دستگاه آبشیرین نمیدن. اینا اصولا نصابا دارن، ولی خب میتونید خودتون هم داشته باشید رو و خرید کنید و خودتون تعویض کنید. و ها سرویس رو میتونید خودتون هم انجام بدید، ولی خب یه مقدار کار تخصصی هستش. آچار ممبران و آچار فیلترهای که سه تا هستش، اونم منبعشه مخزن. یعنی این از دوی صافواتر هست. خب یک موضوعی که اینجا هست اینه که میگن باید املاح داشته باشه، کیفیت حالا 100 هم باشه اشکال نداره. خب من یک مثال میزنم که راحت بتونید به پاسخ درست برسید.